دیده اشک باریم، ای خدایا دست و گیر. طاعت مقبول درگاهت نداریم ای خدا، رو سیاه و شرمساریم، ای الها دست و گیر. گر نباشد فضل تو فردا چه باشد حال ما، چشم رحمت از تو داریم، ای خدایا دست گیر. در کلام خویشتن خود فرموده ای لا تقنطوا، زین سبب امیدواریم، ای کریما دستگیر. بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیه و آله. جماعه کولر شاید سرما میخورن دوستان. انشالله من پالتومو در میارم، شما هم کتا و پالتوهاتونو در بیارین که گرمی هم دور بشه و جا هم بشه. دوستان یک تکون دیگه هم بخورن این قسمت که برادرانی که از راه میان انتظامات همه بشینن دیگه، کافیه. انتظامات نظم رو واقعا برقرار کردین، دستتون درد نکنه. همه حواسا این طرف باشه انشالله که ما خیلی زود رشته سخن از دستم در میره. دوستان حواس کاملا جمع باشه و یک ساعتی که در خدمت شما نهایتش اگه 3-4 ساعت باشیم بیشتر نخواهیم بود. بالاخره بیشتر مردم و خود ما هست، مردم و محله هست، مهمانای عزیزی هم اومدن دیگه. ما باید هر سال یک شب چنین گیر میاد با اینا تسبیح حساب بکنیم به اصطلاح و اون شب چنین شبیه. وگرنه ما امشب واقعا برنامه داشتیم، خود جناب مولوی هم در جریان هست در شهرستان باخرز تایبات، برای که شما مسجد حضرت بلال بوی حضرت بلال میدید و بلالگونه ما رو و این جمع رو کشوندید اینجا. در حال هر کس احساس گرمی میکنه میتونه بالاخره عباشو در بیاره مثل ما راحت، خصوصا جوونا که دیگه قراری با هم جوونی مقدار صحبت بکنیم. علما معذرت میخوام، پیرمردا بالاخره ما میخوایم مقداری تو دل همدیگر حرف بزنیم. امیدواریم خدای متعال به همه توفیق عمل عنایت بکنه. و قبل از اینکه صحبت شروع بکنم یک صلواتی که مدینه برسه انشالله. ای خالقی که خدایی را سزایی، و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی، به عزت و جلال خود و به عظمت و جمال خود که دل ما را ضیاء خود ده و قلب ما را صفای خود ده و ما را آن ده که آن به و مگذار ما را به که و مه. یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمان ده. این بنده نداند که چی می باید خواست، داننده تویی هر آنچه خواهی آن ده. بسیار خرسند و خوشحالم از این که در چنین شبی بسیار فرخنده و مبارک، در چنین محفل خجسته و میمون، در چنین جمع با برکتی شرف و حضور پیدا کردم. خدای عزوجل رو بر این من و فضل احسانش متشکر و سپاسگزارم. تبریک و تهنیت عرض می کنم این مجلس با شکوه و عظیم را که جهت تجلیل از مقام شامخ قرآن و حفاظ کلام الله مجید برگزار و منعقد گردیده. خدمت امام جمعه محترم مسجد جناب مولوی یوسفی، حفاظ معزز و مکرم و همه مقتدیان بزرگوار مسجد حضرت بلال، از خدای متعال خواهانیم که این شبی که با قرآن مأنوس بودیم خدای متعال جرقه‌ای در قلب ما ایجاد کرده باشه که همواره زندگی ما در راستای اهداف قرآنی و با تبلور ایمان و تابش دین و ایمان در قلوب ما همواره روشن و توأم و همراه باشه انشاءالله. دقایقی که در خدمت سروران هستم میخوام پیرامون عوامل بی تأثیری نمازها که چرا نمازها تأثیر نداره. شاید در ذهن بعضیا سوال ایجاد بشه که بازم از نماز شما ملاها مثل غیر از نماز و زکات دیگه چیزی بلد نیستین حرف بزنین، هر جا بریم یا نماز یا زکات، دیگه حرفی دیگه برای گفتن ندارید.
درسته، ولی امشب فضائل نماز رو نمیخوام بگم، زیاد شنیدید. کسانی که نماز نمیخونن چه بدبختی ها و آتشی رو در درون خودشان احیا و زنده کردن، به اونم کار نداریم، ما با شما کار داریم. صحبت من امشب با بینمازان نیست، صحبت من با کسانی که زکات نمیدن نیست، صحبت من با کسی است، جوانی است که داره نماز میخونه، داره تهجد میخونه، تراویحش قضا نشده، رمضانش سفت و پای قرص میگیره، تلاوت قرآنش محاله که یک روز قضا بشه، ولی همه این عبادات هیچ گونه تلنگری در ذهن او و هیچ گونه انقلابی در زندگی او ایجاد نمیکنه. علت کجاست؟ اون زمانی که نمازها و سجده ها زمین و زمان را به لرزه در می آورد، امروز اون سجده ها نیست. علت کجاست؟ درد کجاست؟ مشکل کجاست؟ معضل کجاست؟ کدوم قسمت سیستم عبادتی ما خراب شده که تمامی سیستم عبادات ما را مختل کرده؟ این رو باید امشب مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. اون نمازهایی که خالد ابن ولید وقتی می آمد در مقابل صدهای فولادین ایران و ایرانیان قرار می گرفت و صدها مانند کوی استوار در مقابلشون قرار می گرفت، سر رو به آستانه رب العالمین می گذاشتن و با ستا الله اکبر و سبحان ربی الاعلی عرش خدا را به لرزه در می آوردن و تمامی صدهای فولادین تکه تکه و ذوب آب می شد. امروز اون نمازها نیست. اون نمازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه سرنوشت ساز بدر، اون زمانی که لشکر کفار بالای 1000 نفر، لشکر مسلمونا بالای 300 نفر و زیر 400 نفر و 350 نفر، مسلمونا با چند اسب و زره، ولی کفار تا دندان مسلح شدن، از حیث ظاهر و چشم عادی اصلا قابل مقایسه و توازن و تساوی نیست. پله جنگ از چشم مادی به نفع کفار داره سنگینی میکنه. رسول خدا اونجا متوجه شد که باید نماز اقامه بکنه، مستقیما به داخل عریش تشریف بردن سایبانی که برای پیامبر خدا تدارک دیده بودن و اونجا سر رو به آستانه خدا ساییدن. پیامبر به ایمانش، نبوتش، غیرتش، اصحابش مغرور و متکبر نشد، بلکه در چنین لحظات حساسی که نه برای صحابه حساس بود، بلکه لحظاتی بود که تاریخ بشریت تا قیام قیامت مدیون چنین لحظاتی بودند، سر را به سجده گذاشت و با 2 رکعت نماز دست تضرع را به سوی خدا بلند کرد. اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض ابدا. الله یا رب العالمین، از دست من محمد کاری ساخته نیست. پروردگارا اگر این اصحابم هلاک بشه، این گروه بدری هلاک بشن، دیگه در دنیا کسی لفظ الله رو نخواهد برد. اونقدر پیامبر خدا زجه زدن، گریه زدن، نماز با تو تأثیر و شگرفی رو ادا کردن که ابوبکر صدیق که اسکرت و محافظ رسول الله بود، یک لحظه به لرزه افتاد، گفت یا رسول الله تو رو خدا بس کن که عرش الهی به زلزله در آمد. یا الله فرشتگان آمد. رسول خدا چشما رو باز کرد، دید فرشته های بدری با عمامه های سبز رنگ و لباس های سفید به استقبال مجاهدین اسلام آمدند. اون نماز امروز نیست. به قول حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله فرمود زمانی که کفار اومدن داخل عراق و اون جنایت های کثیفی که دلشون میخواست بر سر فرزندان من و تو آوردن، خواهری یا برادری برام نامه نوشته بود که مولانا کجاست فرشته های بدری، کجاست فرشته های خندق، کجاست فرشته هایی که پیشانی عمر فاروق میبوسید؟ کجاست اون فرشته هایی که دستان ابوبکر صدیق و بوسه میداد؟ امروز چرا به داد شاگردان ابوبکر نمیرسد؟ امروز چرا به داد دختران عمر نمیرسد؟ امروز چرا به داد فرزندان ابو حنیفه نمیرسد؟ کجاست؟ آیا خدا هم مسلمانان رو رها کرده؟
آیا فرشته ها نمی بیند که به دختر مسلمان تو عراق تجاوز میشه؟ آیا فرشته ها نمی بینند که آمریکایی ها بچه های 2 ساله رو، بچه های 2 ساله شیرخواره رو، 5 ساله رو لخت میکنن و به اونها تجاوز میکنن؟ کجاست؟ کو امداد خدا؟ آیا خدا از ما قهره؟ آیا امت رسول الله دیگه کسی لایق نصرت نیست؟ بله سلام. مولانا فرمود اگر مسلمانان عراق زمان حمله آمریکایی ها در سر هر 4 راهی که بودن سجاده خودشون رو پهن میکردن و الله اکبر میگفتن، به خدا قسم پوزه آمریکا و بوش و بلر به خاک مالدی میشد. این یه واقعیته. اقبال کجایی که تا زمان تو ببوسم؟ لا اله اندر نمازش بود و نیست، رازها اندر نیازش بود و نیست. داره فرق رو بیان میکنه که علتی که نماز اونها زمین و زمان رو متحول میکرد ولی نماز ما نمیتونه پشه رو دور بکنه، اینه که لا اله اندر نمازش بود و نیست، رازها اندر نیازش بود و نیست. نور در صوم و صلات او نماند، جلوه‌ای در کائنات او نماند. سجده‌ای که از وی زمین لرزیده است، بر مرادش مهر و مه گردیده است. سنگ اگر گیرد نشان آن سجود، در هوا آشفته گردد همچو دود. ولی این زمان جز سر به زیری هیچ نیست، اندرو جز ضعف و پیری هیچ نیست. آن شکوه ربی الاعلی کجاست؟ این سجده ها رو میگه. آن شکوه ربی الاعلی کجاست؟ این گناه اوست یا تقصیر ماست؟ شما میگی مال کیه؟ این گناه اوست یا تقصیر ماست؟ گناه خداست یا تقصیر مایه؟ عقلها بی باک و دلها بی گداز، چشمها بی شرم و غرقن در مجاز. هر کسی بر جاده خود تیز رو، ناقه ما بی زمام و حرز دو. صاحب قرآن و بی ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. کعبه آباد است از اصنام ما، خنده زن کفر است بر اسلام ما. نام خود کردیم مسلمان، کو مسلمانی کجاست؟ ای مسلمانان نگویید بنده خاصیم ما، نه صلات و نه زکات و نه صیام و نه قیام. من نمیدانم خدایا این چه اشخاصیم ما. سر خودمون کلا میذاریم با 2 رکعت نماز، نمازی که هیچ تأثیری نداره. آقا چه ادعایی داره؟ علت چیه؟ درد کجاست؟ چرا نمازها این تأثیر رو نداره؟ عزیز من، جوان من، برادر من، خواهر من با خودم میگم سپس به همه شما، علت اینه که ما شرایط نماز رو انجام نمیدیم. شرایط نماز، آداب نماز، اینها باعث شده که نمازهای ما بی تأثیر بشه. واقعیت رو قبول بکنید. ما تو کتب فقه میخونیم میگه آقا شرایط نماز، علما میگن 8 تا. 1 میگن پاک بودن بدن. درسته؟ بدن باید پاک باشه. اگر بدن شما ملوث به نجاست باشه نمیتونه نماز بخونی، نمازت فاسده. نجاست غلیظه و خفیفه مبطل نماز و روزه هست. معذرت بخوام وضوست. ولی آیا علما نگفتن که آقا فقط نباید بدن از نجاست ظاهری پاک باشه، بلکه باید بدن از نجاست باطنی پاک باشه، بدنت از حرام خوری پاک باشه؟ شرط نماز اینه. بپرسید علما جمعشون اینجاست. آیا فقط شرایط نماز اینه که بدن از نجاست ظاهری پاک باشه؟ نه، بلکه قبل از این که بدن رو، ظاهر بدن رو از نجاست پاک کنیم،
باید اولین شرط اینه که باطن بدن رو، گوشت و پوست و رگ و ریشه ما رو، اعضا و جوارح ما رو از خوردن حرام پاک کنیم. آقا آمده با حرام رشد کرده، مجسمه نجاست روز بین داره راه میره، بعد میگه من بدنم و ظاهرم و شستم. مثل این میمونه که یک مشکی پر از نجاست بکنید، بعد بیان دور و برش خوب برید اونجا سرویس بشورید، بگه عجب مشک تمیزی. این درسته؟ این تمیزه؟ کل اناء یترشح بما فیه، بالاخره نجاست میاد بیرون. عزیز من، اولین عامل بی تأثیری نمازها اینه که ما بدن خودمان رو از حرام پاک نکردیم. حضرت سعد بن معاذ یکی از اصحاب رسول الله است، ایشون زمانی که از دنیا رفتن پیامبر خدا رو قبرش ایستاد فرمود الله اکبر الله اکبر. صحابه گفتن چی یا رسول الله؟ گفت اهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذی که عرش خدا زمانی که از دنیا رفت به لرزه در آمد. برای همین سعد آمد گفت یا رسول الله برام دعا کن که مستجاب الدعوه بشم، دعام قبول بشه، نمازم قبول بشه، عبادتم قبول بشه. چه فرمود؟ گفت ای سعد شکم تو از حرام پاک کن، والذی نفس محمد بیده، قسم به اون ذاتی که نفس من محمد در دست بلا کیف اوست، اگر یک لقمه حرام تو وجودت بره تا 40 شبان روز هیچ نمازی از تو قبول نخواهد شد. جمعش کن. حالا آقا دلش خوشه که سر مردم کلا میذاره، آقا دلش خوشه که مار میخوره افعی میشه، آقا دلش خوشه که رفته به مکه دور خانه خدا رو طواف کرده حاجی صاحب شده، دیگه هر اشتباهی که دلت میخواد بکن. اینطوری نیست. به خانه خدا چی یاد گرفتی؟ بدن ما رو امروز روزی حلال از بین رفته. رسول خدا فرمودن ثم ذکر الرجل اشعث اغبر یمد یدیه الى السماء یا رب یا رب یا رب فمطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و قضی بالحرام فانا یستجاب له. به صراحت رسول خدا بیان میکنن طرف میره مسافرت، گرد و غبار آلود، رس الهیئه، میگه دعای من دیگه ردخور نداره، یا رب میکنه، در حالی که غذاش حرامه، خوراکش حرامه، پوشاکش حرامه، اصلا با حرام بزرگ شده. اولین قطره شیری که تو دهانش رفته اون نجس بوده. حالا این میگه چرا دعام قبول نشده؟ چه ادعا! ماشاءالله. دوست داره که خدا همین الان جبرئیل رو بفرسته تو بغلش. خیلی پررویی. کو عبادت ما؟ کو روزی حلال؟ گم شده واقعا. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی صحیح بخاری است میفرماید در بنی اسرائیل یه آقایی رفت زمین رو به کسی فروخت. اینا قصه نیست، من نبودم قصه بگم، تاریخ حدیثه. آمد زمینشو فروخت. این صاحب زمین که خریدار بود پیش صاحب زمین گفت آقا، گفت چیه؟ گفت من از تو زمین رو خریدم، گنج ازت نخریدم. زمین مال منه، من پول زمین رو دادم، این گنج مال شماست. صاحب زمین چی میگه؟ اگه ما باشیم بله 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 مال منه، بله بله من اونجا قایمش کرده بودم. جوون میگه آقا تو چی دوست داری؟ میگه جناب مولوی تنها آرزوم اینه که برم تو راه یک کیف سانسونت بردارم دلار آمریکا توش باشه. چرا؟ میگه زندگی فقط دلاره، زندگی فقط دلاره. اینطور نیست. آمریکایی‌ها دلار خیلی دارن ولیکن 30,000 نفر در سال گذشته در آمریکا اقدام به خودکشی کردن. دلار خوشبختی میاره؟ به خدا نمازه که خوشبختی میاره. حالا آخر صحبتم خدا کنه وقت اجازه بده فقط بازش کنم قضیه رو. اون صاحب زمین چی میگه؟ آقا من زمین و با اون چی که توش بوده بهت دادم، من پول من اینو نمیخوام. این میگه گنج مال توست، اون میگه گنج مال توست، اون میگه من فقط زمین رو فروختم، اون میگه فقط من زمین رو خریدم، اون آقا میگه نه من زمین رو با هر چی که از فروختم. اینها بودن. نه مال خودم برای خودم، مال همسایم برای خودم، مال حاجی برای خودم، مال داداش برای خودم، مال آبجیم مال خودم. میخواد حلال باشه میخواد حرام، فقط افعی بشم پر بشم. بعد از جوونا میگه فقط پول باشه مشکلاتم حله. واقعا اشتباهست. میرن پیش یه قاضی به دادگاه، امروز مال یک دیگر رو میدزدن میرن دادگاه.
اون زمان برای اینکه مال دیگه رو به زور بهش بده رفت اونجا گفت آقا، گفت چیه؟ گفت شما پسر و دختر ندارید؟ صاحبتون گفت چرا آقا من یه پسر دارم. خریدار گفت آقا من یه دختر دارم. گفت اینا رو با هم دیگه عقد ببندید، این طلا رو بدید به این پسر و دختر. اینها با هم ازدواج کردن. 70 پیامبر بنی اسرائیل از نسل همین دو جوان به دنیا آمد با روزی حلال. حالا آقا ناراحت، آخ بچه‌های ما جناب مولوی نپرس، بچه‌های ناخلفن، بچه‌های قرن 21 تو نمیشناسی، اصلا به حرف باباهاشون نیست، حرف ما نمیکنن، اصلا دروغ میگیم، همه ما دروغ سر خودمون کلاه میذاریم. اگر بچه مال حلال بهش داده بشه محاله که بچه درست تربیت نشه. خدایا خودت رحم کن. واقعا وقتی من در مورد مال حلال صحبت میکنم خودم میلرزم. چرا؟ چون که دیگه هیچ کس نمونده. به نظر من امروز خیلی اندکن کسانی که روزی حلال بخورن. خدا رحمت کنه مولانا محمد عمر، خدا رحمتش کنه. در این شبها دعا کنید. قصه سر کلاس تعریف میکردن جناب مولانا عبدالشکور و بقیه که مولانا علادین و برادرانی که پاکستان درس خوندن میشناسن. مولانا احمد علی لاهوری یکی از اولیای خداست. ایشون هر کس که دعوتش میکرد سر سفره غذا نمیخورد، دعوتش رو قبول میکرد ولی غذای کسی رو نمیخورد. نمیگفت آقا حرامه، ولی میگفت نمیخورم، زور که نیست آقا. میگفت نه. هر کسی دعوت میکرد شرطش همین بود. یکی از شاگردا و مریداش کشاورزی داشت، از 2-3 سال قبل سعی کرد که هیچ حرامی تو کشاورزیش نیاد که مولانا احمد علی لاهوری رو دعوت کنه. بزرگان ما مولانا احمد علی لاهوری 2-3 سال زحمتش خودش کشید، کارش خودش کرد، تخمش، بذرش، همه چیزشو، آبیاریش، اصلا یک ذره ربا و سود و نمیدونم دروغ و کذب و تزویر نبود. بعد از 2-3 سال آمد گفت مولانا صاحب من با رنج زحمت خودم برای شما غذایی رو تدارک دیدم، لطف کنید امشب بیاید. ولی همیشه مولانا عادت داشتن هر جا میرفتن مقدار نخود و کشمش با خودشون میبردن سر سفره، نخود و کشمش خودشون میخورد. مولانا گفت من میام. گفت میای درسته ولی لطفاً جناب مولانا من شاگرد شمام، نخود و کشمش رو امروز نیار. گفت به من اجازه بده که من غذای خودم بیارم. گفت نه مولانا من ناراحت میشم. کارگزاریش داد که من همه زحمت کشیدم. مولانا قبول کرد ولی تو جیبش نخود و کشمشای خودش هم گذاشت. رفت سر سفره نشست. مولانا که نگاه کرد اون کسانی که اهل الله بودن، ارتباط معنوی با خدا داشتن، مولانا گفت بفرمایید جناب مولانا همه مریدین و شاگردان دارن میخورن. مولانا فرمود اجازه بده من نخورم. گفت مولانا یا دلیلشو بگو یا باید بخوری، اصلا هیچ مشکلی نداره. مولانا گفت نه دلیلشو میگم نمیخورم. اصرار کرد شاگرد. مولانا مجبور شد تکنانی رو از وسط نصف کرد، وسط دستاش نون و فشرد، قطرات خون از داخل نون آمد بیرون. تعجب کردن همه که چیکار کردیم مگر؟ گفت حالا تو بگو چیکار کردی؟ بذر رو از کجا آوردی؟ گفت از کجا؟ فلان جا خریدم. گفت نمیدونم شخم کجا کی زده؟ گفت فلانی نمازخوان تهجد گزار. همه کارگراش تهجد خون بودن. نهایتش گفت به اصطلاح ما و شما کود شیمیایی، به اصطلاح این پس‌افکندهای گوسفندا هست، ما میگیم انبار به زبان محلی خود ما. گفت این انبارات در خانه همسایم ریخته بوده، لازمش نداشته، من را آوردم به عنوان کود شیمیایی استفاده کردم. گفت اجازه گرفتی؟ گفت نیاز به اجازه نبوده، اون انداختی بیرون. گفت برای کسی که اولیای خداست خوردن شبهه هم حرامه. این خونی که میچکه از اثر اون انباری است و کود شیمیایی است که اجازه نگرفت. اینها بودن بزرگ، اینها بودن نمازخوان. نما که مجسمه حرامیم داریم راه بریم. بوی گند از همه متاسفانه از نماز ما داره منتشر میشه. اولین شرط اینه که شخص باید نماز خودشو با بدن پاک و با بدن واقعی پاک، از حیث ظاهر و باطن بدن پاک باشه باید ادا بکنه. دوم پاک بودن لباس، دومین شرط. نه جناب مولوی صاحبا؟ ولی آیا فقط باید لباس ظاهرش پاک باشه؟ این لباس از کجا خریدی آقا؟ از کجا؟ با پول حرام؟ با پول سود و ربا؟ نه جناب مولوی پول سود و ربا نیست. من 1 میلیون تومان تو بانک گذاشته بودم، یه پژو 206 برنده شدم از پول اونه. خب بابا اونم حرامه که. این مگه میشه؟ حرام و حلال اینقدر قاطی شده که هیچ کس نمیشناستش. عجیب دنیایی شده ها.
به خدا قسم زبانم لال اگر دروغ بگم در شب ختم قرآنه. هر کس دروغ بگه حانس و کافر از دنیا میره. برادری از چابهار بود یا بندر عباس یادم نیست، به این زنگ زد بعد از اینکه نوار سیدی سودربامو گوش کرده بود. گفت فلانی همسایم باباش تو دبی امارات داره کار میکنه، براش پول میفرسته ماهیانه اینقدر، این آقا میگذاره تو بانک سودشو میگیره میخوره، جایزه افتاده براش، رفته به حج، ماشاءالله حجت واقعا قبول، زیارت تو دیگه اصلا غیر قابل رده، همیشه پولش اونجاست، سودشو میخوره، حجش. قسم یاد کرد به گردن خودش، گفت باور کنید من نوار شما رو بردم اونجا، خندیده گفت آقا این چیه؟ این مزخرفات چیه آقا داره میگه؟ در حالی که من اونجا فقط غیر از آیه قرآن چیز دیگه نگفتم. قسم میخورد، میگفت رفته بود غذا بخوره، سر دیگشو باز کرده بود، یه مار بزرگ تو غذاش. خدا شوخی نداره با کسی، مسائل همه شوخی بردار نیست. این لباس باید پاک باشه. سومین شرط، تونتون مدرد بشم، میگن علما میگن جای نماز باید پاک باشه. فقط جای نماز، یک جای نماز رو بندازی پاک باشه؟ نه، زمینی که در اون نماز میخونی باید پاک باشه. زمین غصبی نباشه، زمین با مال حرام نخریده باشی، زمین رو با دزدی و سرقت از آن خودت نکرده باشی. فقط ما امروز عبادات ما ظاهری به باطن، فتواهای ما هم باطنی است، ولیکن باطن چی؟ به فکر درست کردن جای نماز واقعی نیستیم. چهارمین شرط اینه که رو به قبله ایستادن. علما میگن رو به قبله بستیم. چرا رو به قبله وای میستیم؟ چرا این طرف نماز نمیخونیم؟ ما رو به قبله وای میستیم یعنی خدایا ما رو به تو ایستادیم. این نکته عارفانه است، نکته عرفانه. ما رو به قبله ایستادیم همه مسلمونا، یعنی خدایا فاینما تولوا فثم وجه الله، شما اون طرف روتون رو بکنید خدا اون ورم هست، شرق و غرب همه جا خدا هست. ولی ما رو به قبله میکنیم که مسلمونا همه جا به یک جهت نماز میخونن، به اون جهت خداست، اون جهت رب العالمینه، اون جهت فقط جایی است که الله ذوالجلال رو انسان میبینه. این واقعیتی است که در نماز به قول مولانای روم ما در نماز سجده به دیدار میکنیم، دیوانه آن کسی است که سجده به دیوار میکند. میدونیم مولانا چی میگه؟ ما در نماز سجده به دیدار میکنیم، دیوانه آن کسی است که سجده به دیوار میکند. سجده به دیوار دیگه معنایی نداره. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خیلی ما دوریم امروز، نه؟ سجده به دیدار یا به دیوار؟ سر نماز من بارها گفتم اگر همینطور که این عزیز ما داره فیلم برداری میکنه، یه فرشته بیاد از قلبها فیلم برداری کنه سر نماز، چه فیلم قشنگی در میاد، نه؟ امام صاحب داره شبای ختمو میشموره، مقتدی صاحب یکی داره پارچه متر میکنه، یکی داره بیل میزنه، یکی داره استایی و بنایی میکنه، آجر میده بالا، یکی دیگه شاور راست میکنه سر نماز. باور کنید بعض موقع انسان نگاه یک سر نماز اینجوریه، اون سر نماز داره دعوا میکنه، یکی داره سر نماز داره میخنده تو خیالش. واقعیت نه؟ به حسابتون رسیدی میخندید. میگه چون شدی آماده غسل و وضو، از معاصی دست و دل اول بشو، خیش را خالی تو از تزویر کن، پس بلند آوازه تکبیر کن. چون ستادی در حضور کردگار، باش قائم با سکون و با وقار. درک کن که با کی میگویی سخن، با خدا یا با خیال خیشتن؟ با خدا داری صحبت میکنی یا با خیال خودت؟ در نماز یا که دعوا میکنی یا جوال و مال پیدا میکنی، چیکار داری میکنی؟ در رکوعی یا به فکر آب و نان، یا که ملاق میزنی با صد شتاب؟ در سجودی یا مگر همچون کلاغ، میزنی بر خاک منقار و دماغ؟ شرم کن از این نماز ای بی ادب، هان مکش بیهوده این رنج و تعب. چه فیلم قشنگی در میاد، نه؟ خیلی این رو بورس میشه این فیلم دیگه، چون که ماشاءالله امام و مقتدی همه تو ذهنشون. طرف جرأت میکنه سر نماز به امام فتح بده، چرا؟ چون که خودش مشکل داره، نمیدونه امام دو رکعت خوند یا سه رکعت. به مقتدیای مسجد بلال بر نخوره ها. خیلی مهمه ها. میگن یک زمانی مجنون داشت رد میشد، قبل این قصه مجنون رو بگم، میگه یک طرفی داشت نماز میخونه، آقایی یکی آمد از جلوی نماز رد شد،
یکی از مقتدی‌ها گفت های از جلوی نماز رد نشو، وسط نمازا. دومی گفت خاک تو سر نمازت که فاسد شد که. سومی گفت انگار نماز تو که فاسد نشد. امام گفت خاک تو سرتون همتون فاسد شد، نماز من موند. نماز ما اینطوریست. باور کنید گزارش دادن به ما، میگه آقا سر نماز موبایلش زنگ میزنه. این همیراها که وقتی میخونن دیگه ماشاءالله جوونا رو از حال طبیعی خارج میکنه. نه تو مسجد ما یک بار زاهدان زابل میخوند یکی، گفتم بابا الان نزدیک بود برقص، گفتم حافظ تو به محراب نرقص خدای نکرده. باور کنید بعضی موقع موبایل‌ها زنگ میزنه، طرف سر نماز برمی‌داره موبایلو دستش بس است، میگه الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این با موبایل درست شد دیگه، با خدا درست. خدا شاهده. الله اکبر الله اکبر یعنی من دارم نماز میخونم. آقا گوشی تو قطع کن. اتصالش با خدا، موبایلش با خدا در حال تکلمه. نماز یعنی این صحبت کردن با خدا، یا نه با تلفن همراه، مستقیم بدون پرده. از اون طرف گوشی یه دختر خانم یا آقا پسری زنگ میزنه، ارتباط خودش رو با خدا قطع میکنه. بون آقا میگه سبحان الله سبحان من دارم نماز میخونم. این واقعیت اینه. مجنون میگه مجنون. عاشق لیلا هست همینجا تو قصه میگه آقایون رو داشتن نماز میخونن، جناب مولوی صاحب بابقیه مجنون از سرش همینجوری در عشق لیلا از جلوی اینا رد شد. میگه بعد از نماز امام تونتون نمازشو خون، سلام علیکم و رحمت الله السلام، های مردک بیا اینجا، کافر شدی. گفت برای چی کافر شدم جناب مولانا؟ من که حرفی نزدم. مرد که از جلوی نماز رد شدی. گفت از جلوی نماز کی رد شدم؟ گفت همین الان. گفت من اونقدر به عشق لیلا غرق بودم که خدا شاهد یک نمازگزار رو ندیدم. مولوی صاحب تو چطور به عشق خدا بودی که غیر از خدا همه چیزو دیدی؟ درسته نه؟ یقه همه ما رو میگیره. غیر از خدا همه چیزو دیدی. من به عشق یه دختر خانم، یه لیلا هیچی رو ندیدم، نه نمازی رو نه نمازگزاری. تو چطور روبروی خدا استوده بودی و خدا رو میدیدی؟ گفتم صحبت عارفانه است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زمان ایشون، جوانا شیشتونگ حواس جمع باشه، این شبها کم گیر میاد. یه پدری در زمان ایشون میخواست بیاد مکه خونه خدا. یه بچه 10-12 ساله داشت. گفت بابا کجا داری میری؟ گفت بابا میخوام برم خونه خدا. گفت مگر خدا خونه داره؟ گفت بله چرا نداره بابا جان. گفت کجاست؟ گفت مکه. گفت بابا منم باهات میام. گفت نه بابا جان هنوز به تو حج و کعبه و خانه خدا فرض نشده، تو بچه هنوز بشین سر جات. گفت بابا تو که به خونه خدا میری، منم با خودت باید شروع کرد به گریه کردن. اینقدر زجه و گریه و شیون رو انداخت که فقط میگی ماشاءالله کجا میخواد بره. اگر بچه های ما باشه گریهشون فقط برای موتوره که تک چرخ بزنه تو خیابونا، گریهش برای شلوار لیه دیگه نهایتش، یا برای این موبایلایی که اسباب بازی شده ها. یه برادری که الان تو جمعم نشسته برام گفت، از زبان ایشون من دارم نقل قول میکنم، میگفت که تلویزیون داشتم نگاه میکردم، یک کارشناس آمریکایی میگفت که 2 وسیله مخرب الان تو دنیا آمده و به وفور داره پخش میشه. اولیش اسلحه است، بمب‌های شیمیایی و اتمی، مخرب ترینه. بعد از اون موبایل است. این موبایلایی که دست بچه‌هاست و الان داره فیلم برداری میکنن. البته ناراحت نشید وقتی موبایلاتون رو نزنید به زمین، استفاده صحیح هم داریم. سر هر کوچه‌ای میریم بچه‌ها نشستن تو کوچه‌ها همینجوری، فقط همینجوری، اصلا نمیدونیم چی شده واقعا، معتاد شدن. آقا به قول خودش SMS رد میکنه، او هم چه SMS های مستهجنی، واویلا. حتی با خدا شوخی دارن، خدا شاهده. نکنید، این وسایل خدا در اختیارتون داره تا درست استفاده کنید عزیز من. در غیر رضای خدا و صلاح خدا و منش الهی خطرناکه، خطر داره و خدا زوال میاره. همین موبایل هم روز قیامت میاد یقه منو تو رو میگیره. یوم تشهد علیهم السنتهم بایدیهم و ارجلهم بما كانوا یکسبون. خدا میگه روز قیامت همه اعضا و جوارح انسان، همه مال و منال انسان، نعمتهای الهی بر علیه انسان گواهی میده. این موبایل هم اونجا میاد به صدا در میاد خدایا من آمده بودم درست استفادهشم ولی اشتباه استفادهم کرد. اون پسر گفت بابا منو هم ببر خونه خدا. مجبور شد. پدر اینو برداشت با خودش آمد به مکه که رسید دور خانه خدا میچرخید. پسر سوال کرد بابا
کو خانه الله؟ و این بیت الله، خانه الله کو؟ گفت بابا خانه خدا همینه که ما داریم دورش میچرخیم. گفت بابا فأین الله، پس کو خود خدا؟ گفت ساکت، کلمه کفر به زبان نیار، از اسلام خارج میشی، حجت هم باطل میشه. من میخواستم تو رو نیارم. گفت بابا چطور؟ جوونا صحبت عارفانه اینجاست. گفت بابا جان، یه میزبان یه حاجی صاحبی ما رو دعوت میکنه، تا زمانی که خودش نیاد کنار ما نشینه و نبینیمش، اون مهمانی برای من ارزشی نداره، اگرچه که پلو و چلو و هفت رنگ بیاره اونجا، ما خودشو میخوایم. این چطور خداییست که ما رو دعوت کرده برای حج ولی خودشو نشون ما نمیده؟ این چطور خداییست که ما را به رمضان دعوت کرده ولی خودشو نشون این جوون نمیده؟ 30 شب تراویح میخونه ولی در تراویح ها خدا رو نمیبینن. این چطور ربیست؟ محال بلا، خدایی که من میشناسم اینجوری نیست. گفت برو بابا جان، من با تو کاری ندارم. پسر آمد سر رو به سجده گذاشت، گفت پروردگارا من خونه تو رو میخوام چیکار؟ من حج و طواف میخوام چیکار؟ هر در که زنم، شریک حفاظ خوندن، هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روان پرتو به کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. خدایا همه جا دنبال تو میگردم که تویی درمان همه دردم. عاشقان دائم لقای دوست میدارند، دوست در غم و راحت رضای دوست میدارند، دوست وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم. عاشقان جنت برای دوست میدارند، دوست در دوزخ اگر وصف تو در چنگ آید، از حال بهشتیان مرا ننگ آید. گر بی تو یا الله به صحرای بهشتم خوانم، صحرای بهشت در دلم تنگ آید. خدایا من تو رو میخوام. سر رو به سجده گذاشت، بچه 10-12 ساله، گفت خدایا تا در کعبه تو رو نبینم سرمو از سجده بر نمیدارم. باباش آمد گفت بابا حماقت نکن، پاشو خدا خودشو به نشون نمیده. که ناگهان در همین لحظه امام ابو حنیفه آمد، دست زد سر شونه بابا، گفت بابا جان. گفت چیه؟ گفت بیا کنار. گفت نمیخوام بچه‌مو. گفت بچت از خدا را خواست و خدا امشب او رو برد پیش خودش. گفت بچم مرد. گفت نه، وفات کرد و به دیدار خدا رفت، به دیدار ربش رفت. اون گفت تا خدایا تو رو نبینم بلند نمیشم. جوون تو رو خدا، بیا تو رمضان خدا رو ببین، تو تهجد خدا رو ببین. وقتی میگه الله اکبر در پیشگاه خدا حاضری. رمضانی که نتونه ما رو به خدا برسونه اون رمضان نیست. تهجدی که نتونه یه قدم ما رو به خدا برسونه اون تهجد نیست به خدا. خدایا معذرت میخوایم، عبادات همه ما ناقصه، تو قبولش کن. پدر گفت خدایا تو که بچه‌مو بردی منو چرا گذاشتی؟ سر رو به سجده گذاشت، گفت امام ابو حنیفه دعا کن که سرمو از سجده زمانی بردارم که پیشگاه الله در جنت باشه.
دعا کرد امام. بابا رفت پیش پسر و جفتشون رفتن به ملاقات خدا. یه پسر بچه، ولی امروز ما رو نگاه کن، چطور داریم نماز میخونیم؟ سر نماز هر جا هستیم غیر از پیشگاه خدا. نگید آقا رو آوردم به قبله، سر نماز نگید اینو، بگو رو آوردم به پول، رو آوردم به ماشین، رو آوردم به دزدی، رو آوردم به دختر بازی، رو آوردم خدای نگه تو احمد آباد پرسه زدن، رو آوردم به روز خاری، رو آوردم به سیگار کشی و اعتیاد. خدایا به همه چیز رو آوردم غیر از به تو. این واقعیت، میخواد ناراحت بشید میخواد نشید. این وضعیتی الان تو جامعه اسلامی. رمضان ها ضعیف شده که نمیتونه آقا رو در ماه رمضان نگه داره. کو رمضان؟ سیگار اون جوان ابله تو ماه رمضان گذاشته لوی انگشتاش، پف میزنه به آسمون، فکر میکنه که چشمش من افتاده به خاطر اینکه لج منو در بیاره. یکی از جوونا اراده سیگار کشی نداشت واقعا، چون من قبلا دعوتش داده بودم، چشمش به من افتاد، زد کبریت رو آتش به خرمن وجودش زد به سیگارش. تو دلم گفتم بهش چیزی نگفتم، تو روش نیاوردم، گفتم فکر میکنی آتش به قلب من زدی؟ این کبریت و آتش تو به خدا به قلب محمد زدی، به خدا قسم به قلب ابوبکر زدی. روز قیامت باید تقاض خون عثمان رو بدی، تقاض خون رسول الله رو باید بدی. و دلت خوشه که جوونی باشی، جوون تو دنیا زیاده، اونم جوون تو فلسطین که شب با افطارش خون داره میخوره. تو هم جوونی؟ تو هم جوونی؟ معاذ و محفظم جوون بودن. تو هم پیرمردی؟ پیرمرد. و مولانا محمد عمر پیرمرد بود که زمانی که میخواست از دنیا بره چه عزتی خدا بهش داد. هنگام تهجد سر رو که به سجده گذاشت دیگه پر نداشت. خانمش میگه صدا کردم مولانا، دیدم جواب نیامد. مولانا یه ساعت گذشت، این چه سجده است؟ بعد از 1 ساعت 2 ساعت نگاه کردیم که مولانا در سجده روحشو به خدا تحویل داده. اون کسی که عاشق خداست، اون کسی که عاشق ربه، در هر لحظه با خداست و لحظه مرگش هم در حالت سجده است. ولی امروز ما چی؟ که تو قرن اخیر پیدا کنید یه نفر رو که در حالت سجده بمیره؟ اندکن. سروران عزیز، برادران بزرگوار، سر خودمون کلاه نذاریم. و جالب اینجاست کسی که بمیره یک طرف میغلطه، اعضاش سوش میشه. فرزند مولانا تعریف میکرد این 2-3 ساعتی که مولانا در همون حالت بودن تکون نخوردن. به همین دلیل ما فکر کردیم که اصلا مولانا رحلت نکردن و از دنیا نرفتن. ولی وقتی که ساعتها گذشت دیدیم بدن مولانا نرم، هنوز خشک نشده بود، متوجه شدیم که دار دنیا رو الوداع گفتند. خدا زن مرد حق راضی، همیشان از خدا راضی، چقدر شیطان صفت ها ناراضی، خدا راضی از آن ارزا. خدایا در این شب این جمع حاضر همه دست دعا میکنن، خدایا روح مولانا محمد عمر رو در جوار صدیقین و شهدا محشور بفرما. یکی از علمای بزرگ، اسمشو نمیبرم، خواب دیده به من زنگ زد، گفت فلانی مبارک باد. گفتم چیه؟ گفت که مولانا را دیشب در خواب دیدم. چطور؟ گفت میدان محشر شده و دروازه بهشت بازه، انبیا و صدیقین همه وارد شدن، رسول حضرت مولانا کنار در بهشت، در به ورودی البته بیرون ایستاده بود. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد جلو، گفت مولانا بفرما برو داخل بهشت. مولانا فرمود خدایا یا رسول الله تا زمانی که شاگردان وارد بهشت نشه نمیشم.
خدایا ما که لیاقت نداشتیم، همه این جمع شاگردان مولانایی، مستقیم و غیر مستقیم. بنده اگر مستقیم بودم شما غیر مستقیم. دستم یاد میکرد که مولانا شرطش این بود که باید اول شاگردان بره بعد من واردش میشم. و خواب کسی که حضرت رسول الله رو خواب ببینه دروغ در نمیاد. خدایا همه ما رو روز قیامت با مولانا محشور فرما. سروران عزیز این است چهارمین شرط، رو به قبل ایستادن، یعنی رو به خدا ایستادن. وقتم گذشت، دو سه مورد دیگر مگهتون بگم. پنجمین شرط میگن آقا تکبیر تحریمه. تکبیر تحریمه چیه؟ دستا رو بلند میکنی. این علامتی چیه؟ وقتی که یک فرد قدرتمندی بخواد یک مجرم رو دستگیر بکنه، اول میگه آقا دستا بالا. دستا رو بالا میکنه، یعنی نشانه تسلیم شدن. ما هم که میایم در پیشگاه خدا دستا رو میبریم بالا، یعنی خدایا تسلیمم، شلیک نکن، مجرمم، گناه کردم. اگر یک دولتمرد دستا رو بلند میکنه، خدایا منم مجرمم، دستا رو بلند کردم. اون مجرم دولت وقتی دستشو بلند کرد راهش نمیکنه، بلافاصله دستبند میزنه. نه، ما دستا رو بلند میکنیم، بعد خود ما رو دستبند میزنیم. فلسفه نماز اینه، دست رو بلند کردن که تسلیمم، سپس خود ما رو دستبند زدم. سنی نماز رو با دست بسته میخونه، یعنی خدایا من در بندگی تو هستم. تکبیر رو اینجا بگو، زمانت لال گزیده. اگر ما دست رو میبندیم فلسفهش اینه، تسلیم. بعد خدایا خود ما رو نیاز نیست تو ما رو دستبند بزنی، من خودم رو دستبند میزنم به پیشگاه تو. فلسفه دست بستن اینجاست. موقعی که دستا رو بلند میکنیم میبندیم، خدای مجرم آمده. حالا از این به بعد داره شروع میشه گفتگوی عاشقانه، گفتگوی عاشقان در کار رب. جوشش عشق است نه ترک ادب، هر کسی از جام عشق یک جرعه نوش، نه در او ماند ادب نه عقل و هوش. از این زمان به بعد نماز عاشقانه شروع میشه. به قول شاعر صدام گرفت، میگه بیا به جانب خدای خیش رو کنیم، گل حضور و نور را به باغ عشق بو کنیم. چه می شود به یاد او بساط عشق گستریم، ز چشمه محبتش چه عاشقان وضو کنیم. برای توبه از گناه و ترک راه اشتباه، انیس گریه ها شده به اشک و سجده خو کنیم. خدا بزرگ و بی نیاز و ما فقیر و کوچکیم. بیا 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 که با خدای خیش گفتگو کنیم. اشکال نداره بلنگو ها سوخت، فقط آیسی شما ها نسوزه، مشکلی نیست. نهایتاً ما گفتگوی عاشقانه شروع میشه با خدا. ما در نماز این با خدا داریم صحبت میکنیم. من صحبتم خلاصه بکنم. و آخرین رکن رکوع و سجده است. بنده با رکوع و سجده میگه خدایا همه غرور و نخوت و تکبرم همه رو دلا کردم، همه رو شکستم، پای تو ریختم، ربا از ما قبول بفرما. برادران عزیز، عوامل بی تأثیری نماز ایناست. اگر میخوای نماز ما رو داشته باشه، تأثیر بذاره، اگر میخوای رمضان تأثیر بذاره، این شرط ها رو رعایت کن. همه من و تو از امشب: یک، پاک بودن بدن. دو، پاک بودن لباس، مال حلال باشه. سه، پاک بودن جای نماز. چهار، رو به خدا ایستادن، نه رو به قبله ایستادن. چهار. پنجم اینه که الله اکبر تسلیم شدن. خدایا تسلیمم، فقط نه با دست. این دست ها جلوی حکومت هم میگه دستا بالا، یعنی قلب و روح و روان همه تسلیمه، همه تن تسلیم خدا بشیم. بعد خودمون دستبند میذاریم، در اختیار خدا قرار میدیم و اونجا عاشقانه با خدا صحبت کردن و سپر رکوع و سجده را با اطمینان انجام دادن و در رأس همه اخلاص داشتن و للهیت داشتن. اون زمان است که نمازهای ما تاثیرگذار خواهد بود. انشالله که جوونا امشب یه قول مردانه ها،
قول مردانه میدونی چیه؟ امروز متاسفانه مرد باقی نمونده که قول مردانه بگیریم. یه آقای صحبت میکرد از بسته که آدمای الان مرغ خوردن همه شدن مرغ، خانم‌ها شدن خروس. باور کنید وقتی به خانم‌ها برده خوره بعدن باز ترور نکنن ما رو. واقعا اینطوریه. مردان چون میگن قولای مردونه نمونده. آقا اینجا قول میده پشت سرش هنوز از مسجد نرفته بیرون قولش شکست. این میشه قول مردانه نیست. تازه خانم‌ها هم چنین قول زنانه‌ای ندارن. خانم‌ها خیلی قولشون مستحکم‌تر از مرداست. ولی امشب میخوام از جوانای عزیزم، دوستام، رفیقام، همسن و سالام یه قول مردونه بگیرم و اون این که جوانایی که قول میدن که تومار رمضان پیچیده شد، تومار عبادتشون پیچیده نشه. اونهایی که فقط با رمضان خداحافظی میکنن نه با خدای رمضان، اونهایی که با رمضان خداحافظی میکنن نه با مسجد، اونهایی که قول میدن همواره با خدا باشن، دستا رو مردانه ببرن بالا. این قول مردانه؟ دستاتون مردانه رفت بالا؟ جزاکم الله. این اولین قول، هنوز تموم نشد. 3 تا قول میخوام بگم. خوشحال نشید الکی یک ساعت گلون خفه. هنوز فردا شب احمدآباد، پس فردا شب بندر عباس و نمیدونم زابل و کجا قول دادم. شب اول انرژیمو مسجد بلال گرفتید ازم. اول اینه که گفتم به هیچ عنوان نماز رو قضا نکنید تحت هیچ شرایطی. ان شاء الله شما این قولو که دادید درسته؟ جزاکم الله خیر. خداوند به جوانی شما برکت عنایت بکنه ان شاء الله. دوم اینه که دور دوستای ناباب رو خط بکشید. مردانه کیه که هر چه دوست ناباب داره بریزید تو زبالدان تاریخ. ماشاءالله ماشاءالله جزاکم الله خیر. واقعا که این قول دومیتون خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. و اما قول سوم کی قول میده که در اولین فرصت انشالله تو امسال 3 روز حداقل جماعت تبلیغ تشکیل بشه انشالله. قول دادید تا قولتون باشید انشالله که موفق و مؤید باشید. من خیلی خوشحال شدم و خدای پاک رو سپاسگزارم از اینکه این توفیق داد تا در خدمت جمع عظیمی از دوستان باشم. پوزش و معذرت میخوام وقت عزیزان رو زیاد گرفتن در محضر علما. همه خود شما را به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حافظ محمد رضا دورانی با صلوات از این بزرگوار استقبال میکنیم.